راز چالش چارلی آیا واقعاً با ارواح ارتباط برقرار می‌کند؟ سلام دوستان، به یکی دیگر از پرونده‌های رازآلود کانال سیدرمون خوش آمدید. امروز قرار است درباره یکی از معروف‌ترین چالش‌های اینترنتی صحبت کنیم، چالشی که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان آن را امتحان کردند و بعضی‌ها ادعا کردند اتفاقات ترسناکی برایشان رخ داده است. اسم این چالش چارلی چالنج است. اما سوال اینجاست: آیا واقعاً روحی به نام چارلی وجود دارد یا همه چیز فقط یک شایعه اینترنتی است؟ تا پایان این ویدیو همراه من باشید. چارلی چیست؟ چارلی یک افسانه اینترنتی است که در سال 2015 به شدت در شبکه‌های اجتماعی به ویژه یوتیوب و تیک تاک محبوب شد. در این چالش افراد دو مداد را به شکل ضربه در روی یک برگه قرار می‌دادند. روی برگه 4 قسمت وجود داشت که معمولاً روی 2 قسمت کلمه بله و روی 2 قسمت دیگر خیر نوشته میشد. سپس شرکت کنندگان سوال میپرسیدند و منتظر میماندند تا مداد بالایی حرکت کند. وقتی مداد میچرخید، بعضیها تصور میکردند که روحی به نام چارلی به سوال آنها پاسخ داده است. منشأ افسانه چارلی برخلاف چیزی که در فضای مجازی گفته میشد، هیچ سند تاریخی معتبری وجود ندارد که نشان دهد چارلی یک روح باستانی یا افسانه مکزیکی بوده است. بسیاری از پژوهشگران معتقدند این داستان از اینترنت آغاز شد و سپس کاربران با ساخت ویدیوهای ترسناک باعث فراگیر شدند. در واقع افسانه چارلی بیشتر یک افسانه شهری مدرن محسوب می شود تا یک باور تاریخی. چرا مداد حرکت می کند؟ بهترین سوال همین است. اگر هیچ کس مداد را لمس نمی کند، پس چرا حرکت می کند؟ دانشمندان توضیح سادهایی ارائه می دهند. مداد بالایی در حالت تعادل بسیار ناپایداری قرار دارد. کوچکترین لرزش میز، جریان هوا، حرکت افراد یا حتی لرزش ناشی از صحبت کردن می تواند باعث چرخیدن آن شود. به همین دلیل حرکت مداد به تنهایی نشانه وجود نیروی ماورایی نیست. چرا مردم میترسند وقتی افراد در محیطی تاریک با نور شمع و موسیقی ترسناک این چالش را انجام میدهند؟ مغز نسبت به صداها و حرکات حساس‌تر میشود. در چنین شرایطی اتفاقات عادی ممکن است بسیار ترسناک به نظر برسند. این موضوع در روانشناسی با تاثیر انتظار و تلقین توضیح داده میشود. یعنی وقتی فرد انتظار یک اتفاق عجیب را دارد، احتمال بیشتری دارد که رویدادهای معمولی را غیرعادی تفسیر کند. آیا کسی ثابت کرده که واقعی است؟ تا امروز هیچ آزمایش علمی معتبر نشان نداده است که چالش چارلی راهی برای ارتباط با ارواح باشد. ویدیوهای منتشر شده در اینترنت معمولاً یا قابل راستی آزمایی نیستند یا توضیح‌های طبیعی برای آنها وجود دارد. به همین دلیل این چالش بیشتر به عنوان یک افسانه اینترنتی و سرگرمی شناخته می‌شود. چرا این چالش وایرال شد؟ سادگی اجرای آن یکی از دلایل اصلی محبوبیتش بود. همه فقط به 2 مداد و یک کاغذ نیاز داشتند. از طرف دیگر انتشار ویدیوهای ترسناک و واکنش‌های اغراق‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی باعث شد میلیون‌ها نفر درباره آن کنجکاو شوند. جنبندی: آیا چارلی واقعاً با ارواح ارتباط دارد؟ بر اساس شواهد موجود، هیچ مدرک علمی معتبری برای این ادعا وجود ندارد و حرکت مداد را میتوان با عوامل طبیعی مانند تعادل ناپایدار، لرزش یا جریان هوا توضیح داد. اما همانند بسیاری از افسانه‌های اینترنتی، این داستان هنوز هم برای خیلی‌ها جذاب و ترسناک است. حالا نوبت شماست. اگر یک مداد روی کاغذ شروع به حرکت کند، اولین چیزی که به ذهنتان میرسد چیست؟ نظر خودتان را در کامنت ها بنویسید. اگر از این پرونده رازآلود خوشتان آمد، حتما کانال سیدرمون را سابسکرایب کنید، ویدیو را لایک کنید و زنگوله را هم فعال کنید تا پرونده های مرموز بعدی را از دست ندهید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.